به ناوی خدای گەورە مهرەبان، بە ناوی خۆم و حکوومەت و خەڵکی هەرێمی کوردستان بە خێرهاتنێکی گەرمی بەڕێز عەلی باقری سەرپەرستیاری وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ عێراق، بۆ بەغدا و بۆ هەولێر دەکەم. زۆر زۆر بەخێر بێ جەنابی وەزیر. ئێمە کۆبوونەوەیەکی زۆر باشمان هەبوو لەگەڵ جەنابی وەزیر لەسەر پەرەپێدانی پەیوەندی دوولایەنە، لەسەر چۆنیەتی باشترکردنی پەیوەندیە ئابوووریەکانی نێوان ئێران و عێراق بە تایبەتی هەرێمی کوردستان، هەروەها باشترکردنی استقراری سیاسی لە ناوچەکە، باسی کێشە و گرفتە ئەمنیەکانی ناوچەکەمان کرد. هاوڕا بووین لەسەرەوەی کە استقراری ناوچەکە لە بەرژەوەندی دوولایەنە و هەموو ناوچەکەدایە. جارێکی تر بە خێراتنێکی گەرمی جەنابی وەزیر دەکەم. زۆر زۆر بەخێر بێن. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مایلم ابراز خوشبختی بکنم که در سفرم به عراق فرصت دیدار از اقلیم کردستان فراهم شد. با برادران عزیزم در اقلیم، مسئولان عالی رتبه این منطقه از عراق دیدار و گفتگو داشته باشم. ابتدا مایلم تشکر و سپاسگزاری دولت و ملت ایران رو از همراهی و همدلی مسئولان عالی رتبه اقلیم و همینطور مردم در این منطقه به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور عزیز ما و جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه پرتلاش و مجاهد ما ابراز بکنم. دوستان ما در اقلیم نسبت به این حادثه و مصیبتی که بر مردم ما و دولت ما وارد شد صمیمانه و برادرانه در کنار ما بودند، چه با ارسال پیام، چه با حضور در نمایندگی‌های سیاسی برای ابراز تسلیت و همدردی، و چه از همه مهمتر با حضور شخصی خودشون در تهران در واقع نقش بسیار جدی و مؤثری در آرامش بخشی و تسلا بخشی دولت و مردم ما در این ضایعه بزرگ از دست دادن رئیس جمهور، وزیر خارجه و برخی از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران داشتند. چنین انتظاری هم میرفت از برادرانمون در اقلیم، چون مناسبات ما مناسبات برادرانه که ریشه در تاریخ داره، دین مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و همینطور سرنوشت مشترک در آینده پیوند ناگسستنی میان ما ایجاد کرده. البته ما به این اذعان داریم که این پیوند ناگسستنی یک قدرت بی‌بدیل در منطقه ایجاد کرده که این قدرت ثبات بخش و آرامش بخش برای منطقه است. این قدرت باعث طمع دشمنان قطعاً خواهد بود و دشمنان نمیخواند ثبات و آرامش ما رو چه در ایران، چه در عراق و چه در منطقه ببینند. اما هوشیاری رهبران و مقام‌های عالی ایران و عراق و به ویژه دوستان و برادرانمون در اقلیم اجازه نخواهد داد که دشمنان هیچ گونه فرصتی و یا روزنه‌ای برای سوء استفاده پیدا بکنند. ما تأکید داریم بر تحکیم پیوندها و همکاری‌های دو جانبه‌مون، به ویژه در عرصه اقتصادی. ما به طور جدی در صدد توسعه همکاری‌های اقتصادیمون که هم به نفع ما و هم به نفع دوستانمون در عراق و به طور خاص اقلیم هست خواهیم بود. در این جلسه درباره برخی از موانع موجود پیش روی راه توسعه همکاری‌ها گفتگو کردیم. برادرانه و همدلانه در پی رفع این موانع خواهیم بود و بر این اساس آینده‌ای درخشان و روشن پیش روی همکاری‌های دو طرف خواهد بود. همینطور
در جلسه من تشکر کردم از همراهی و مساعدت و تسهیلاتی که برادرانمون در اقلیم برای ورود و عبور زائران ایرانی اربعین حسینی از منطقه اقلیم دارند و همراهی دوستانه و برادرانه‌ای که در طول سالهای گذشته به ویژه سال گذشته داشتند. ما ضمن تشکر و قدردانی از این همراهی ابراز امیدواری کردیم که امسال به اربعین پیش رو انشاءالله با مدد گرفتن از تجارب قبلی و با همکاری همدیگه بتونیم تسهیلات بهتر و بیشتری رو به زائران ایرانی اربعین در این منطقه بدیم که یه بخش قابل توجه از زائران ما بتونن بیش از سال گذشته از این منطقه عبور بکنن. من در اینجا لازم میدونم بر این نکته تأکید بکنم که مسئله اصلی امروز جهان اسلام و جهان امروز که نسل کشی و جنایت صهیونیست ها در غزه است، مسئله اصلی امت اسلامی و جهان اسلام به ویژه در آستانه عید سعید قربان که عید پیوند و همبستگی همه مسلمانان با هم هست می باشد. ما همدلانه و با یک نگاه تلاش میکنیم و پیگیری میکنیم در میان همه کشورهای اسلامی که هر چه زودتر و بدون قید و شرط نسل کشی و جنایت صهیونیست ها در غزه پایان بپذیره. ما به صراحت اعلام میکنیم در کنار همه امت اسلامی و کشورهای اسلامی، در کنار مردم مظلوم فلسطین و به ویژه مردم مظلوم و مقتدر غزه خواهیم بود تا اونها بتونند از حقوق خودشون در مقابل جنایتکاران صهیونیست دفاع بکنند و بر این نکته تأکید میکنیم که کمک رسانی به مردم غزه وظیفه همه انسانها، همه دولتها، همه کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی است، به ویژه کمک‌های بشردوستانه که تأمین کننده نیازهای اساسی این مردم خواهد بود. نکته بعدی که مایلم از این فرصت استفاده بکنم این است که ما و دوستانمون در عراق و به ویژه اقلیم تأکید داریم که ثبات و امنیت منطقه در گرو همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه است. لذا افق آینده رو ما در زمینه همکاری‌های اقتصادی یک افق روشنی می‌بینیم و از این منظر توسعه همکاری‌های اقتصادی رو یک الزام برای ثبات و پایداری امنیت ملی و ثبات در منطقه می‌دانیم. من مایلم در پایان از استقبال گرم، میزبانی صمیمانه و برادرانه، مباحث دوستانه و برادرانه‌ای که در جلسات امروز از صبح تا کنون داشتم ابراز بکنم و تشکر و قدردانی خودم رو مجدداً از همه مسئولان اقلیم کردستان ابراز بدارم. من شاید حدود 13 یا 14 سال پیش به این منطقه سفر کرده بودم. امروز با یک نشاط و بالندگی بیشتری در این منطقه مواجه شدم و قطعاً امیدوارتر از گذشته نسبت به آینده درخشان روابط امروز اقلیم رو ترک خواهم کرد و قطعاً آینده روشنی در مسیر همکاری‌های میان دو طرف پیش روی ما خواهد بود. متشکرم.